أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما را نمیتونه دست خونه میگیرن، ما را میگه پول نداره نمیگیره. شرکت خیراوی سبو در همینجا منزل میگیرن، خاله اشونما را انمی کلبه را میسوزن. چاکوی که من در خیر کده الله نگهبان تو شبه. یک کره یک بگه تمام. این همه ما را که میدونی یک کره یک 11. آفرین یک قرصک بزن اومد الا یک کره یک 11. این $200 را میگیری با یکم کارتون نبود میکنین. این اشتباه میخنده بس که تلشوه کی که مقصد همون دعای همین شما هست، دعای هم برادرها و خداوند ما را نگاه داشت که در یک حالتی که اون ماشین همون کم از هست ما را زد، ماشین ما را بازی آدم ها دیدم که یا زندن یا مردن یک حالتی بسیار بزرگ بود. بازار است، بازار مردی کارو، لیکن در اون بازار زنا کار میکنن. هزار رحمت داده جان، کسی که باشه خدا دولت ترایدم بیاد. سلامت خیلی سلامتت خوبه. سلامتت چی با گریه میکنی؟ چی با گریه میکنی؟ ما تو را خبرگیری نیم تو گریه میکنی. سلامت بشول با میام خبرتان میگیرم صاف زیخ نشنه پا. مستقر چرا مستقر چرا خیر کنورم. این حال ما با دره رامی دهه شیرشتی میرویم که یک اویله بسیار در حالتی بعد زندگی قرار داره. از میریم از اونجا دیدن میکنیم، صحبت میکنیم. سلام علیکم. شما یکی این طرف بیا اون طرف بیا اخیلی افتیم. سلامتت خوبه عزیزم؟ همه تین ساز سلامت باشه. این دهه چی نام داره که؟ دیامون. دیامون در سری که دهه دیامون این خلای عزیز ما زندگی میکنه که با دوای توزه دارم بسیار جای خوشرو. انا نمیرم آوردم توقع و تنها نمیجا زندگی بکنم. او نداریم، او نه ایجاد او آوردگی نه او قیمت نمیتیم. خاله شما یک جو بعد او استفاده میبرید او نیست. ها هم خونه پایان برم بس تلو بوشکو میارم. خدا یک چند سال پیش خاله شما خونه و درکی نداشت. بعد هم شرکت خیراوی سبو در همینجا منزل میگیرن با خاله شما را انمی کلبه را میسوزن. دو تا خانه چه درون با درون در اینجا زندگی داره، فعالیت داره. خاله شما کو بگو زندگی را چند کس زندگی میکنه، چند سال شد که مثال خیلی در بدر اینا زیر قدم سال خیلی با سوختن خیلی با یک نقطه میدونیم که همین سال اول از فقط در خونه مکی بس در بالا ایستادم که او بالاش برف بالای بسیار هم خونه و جا سیل زد. با اومدم در خونه کی ایستادم امکی با اوجا من در اکسیژن هم عذاب کشیدم و رفتم گیره و ناله کردم همین دادری جمشید و اینجا اومدن خونه چه سوختن خیلی اینجا سرم تنور شد. خدا را شکر. صد بار شکرانه. انشالله نه اینجا زمستانش نه که سخته هم قبارون میشه هم اینجا لوی پات هموندن میشه چقدر زمینه و سسته ده اینجا برمی فقط شبل میریزن خیلی کو میریزن. انشالله همین خانه که باشه که آیسته انا خاله شما عبودی میشوه. یک سال هم کس یاردم میکنه اجاره سمنت میگیرین، یک سال یک کس یاردم میگیره اجاره آباد میکنین، بالای دیگدان تا میپوشونین. انشالله تنجی و امانی خدا خواهد مردم هستن انشالله دستی کمک میکنن. فقط شما دعاشون دعا کنین. فقط دعا میکنم 5 وقت نماز میخونم فقط دعا میکنم. همین رمضان روزا رو میگیرم دعا میکنم خدا همین بچه‌ها رو نگهبان شود. همین بچه‌ها ای روزی میگم کو عذاب کشتگیم به همین تسگیری کمکی آدم‌ها همین گشت است. سلامت باشین ان شاء الله. یک جای اویل کنه میگیرم اول بودکان در آبسید و اروه میکشیدن. این همین
میرفتم بازار کشکش را میکردم زمین میرفتم چاوق میکردم یکم اوجا میگرفتم کشکش میآوردم خیلی روز قطعی میگذرونده انا می آخه چقدر خیس امی اویلگ نگیری خیلی انشالله که میشه انشالله که میشه پنسیون میگیرین خانه پنسیون خیرو میگرفتم خیلی خوبه انشالله که خوبه انا ما هم یک مقدار مبلغ یعنی یک دو برادر از فدراسیون روسیه برادرای تاجیک خودمون دادن گفتن که همین زکات ما را در همین آدمایی که مثلا محتاج با کمک دستگیری هستند ببریم ببتین از نام ما دعمون دعا کنن ما یک مقدار مبلغ آوردیم خش ما میتیم بود در زندگی استفاده میبریم یکم کم بود میکنیم فقط در حق همون برادرها انا اپای شرما خلا شرما اینا دعا که در حق همون برادرها مرحمت خدا یک تونه 10 تونه 1000 کنه الله نگهبان تو باشه خدا خاک بگیره زر بگرده خدا رهتون فقط رای سفید باشه و برای کارتون بده الله نگهبان تو شبه خدا همه بچه ها را پروردگار خاک بگیره زر بگردن الهی نام الله همیشه من دعاگوی شمایم بچه ها خدا نگهبان تو باشه باید خوار مردگی کده کویا باید همینجا بوده سر رسودن گشنه و تشنه برفتن همین دینه باید را میدیدی بسیار خوب میشید رفتن خداوند نگهبانتون باشه پروردگاری کریم الله این بچه هکایی که من در خیر کده الله نگهبانتون شوه خداوند برارتون بتا کشویشتون بتا یک تون 10 شوه 10 تون خدا 1000 الله اکبر پروردگاری سلامت باشید خاله شما خیلی $200 را بگیرین در زندگی استفاده ببرین ما شما را فراموش نمیکنیم خدا خود با روزای نزدیک اومده از اول احوالتون خبردار میشیم خب با اون کمبودی دیگر که داشته باشین ان شاء الله که با اسلام میکنیم بیت ما میرسونیم کمبودی سلامت باشی خدا نگهبان باشه زیغ نشه مالی صد زیغ نشه که اینجا با امانیه ان شاء الله که الان روز میگذره ان شاء الله که آبادیه اینا خدا را شکر با خونه داری صد بار شکرانه پروردگار همیشه در نمازها دعاگو باش با اون برادرایی که مثلا در تاجیکستان بیرون از تاجیکستان در فدراسیون روسیه مثلا کار میکنن خیر میکنن فقط در حقشون دعاگو باشین مایلش فقط دعا میگم خدا یکشون 10 شبه 10 1000 شبه الله نگهبانشون باشه خداوند برای رو کشاییشون بده الله اکبر سلامت باشی خاله شرما سلام بگو خانه مایلی خاله شرما این هم اوجد خونه تو نمیای در زمستان عذاب نیست زمستان عذاب لویا میایی یا خلویا کی خیلی تورش لیج اخی شروی نک تورش مخکر خیلی نصیب ان شاء الله خاله شرما ولی یک خیلی میبینیم با میم یک شید خدا خود یگان اوجد خانه با بالا پوشیدت میکنیم یگان میسوزن اون برادرها رو با میگیم التماس میکنیم یک تا میسوزن میتونن تا خدا خود نصیب باشه مالی خونه رئیس محله مکی منم جا میورم بس هتل میرم میارم باور کنی گرده ها مادر میکنه میرم از آب کشته میارم ولی زمستان شود چه قلایه ده خد حالا مسئله او تانی میبینیم در خونت میاریمش نصیب باشه بعد همیتا خودت به آدمای گربتی بگی نه بین خونه ما بگیرید او بگیرید ای خلا خونه دوا وردیم ما کو همسو تا بگو بین ما او بگیرید سومان نداده باشه بین او بگیریم به خاطر ثواب چه فهمیدی سلامت باشی گپ نیست این مسئله را میبینیم مالی خیر خدا نگهبانتون باشه الله نگهبان رحمت مالا پای خلا شما میگرده خونه شما در سری کوب دست جوش بسیار جای خوب یک خیلی مسئله آب بسیار تنخیصی نداره چند صد متر میر آب میاره مادری تنها عذاب انا که شهر دیشبی اومدیم با گیاه گلبتا گفتن که در جمعیت مادر زندگی میکنه اونا میگه که نقصان زندگی داره شرایطش خوب نیست روزی که نزدیک ببینیم نیسته انا که با فکرم انمو خاله می نمیه در دست طبق داره خطی بچه ما باش نه زنگ زدیم گفتن که در کم خانه همسایه مرکه توی دهیم گفت همونجا آمدیم نمیه خطی هم بچهش بیا خاله سلام علیکم خاله نوز هستی خوب هستی؟ کارات شده سلامتت خوبه؟ ای خاله اینا بگی طبق خاله ما بگی طبق خاله ما بگی خاله مرکه آمدین چی کم نیست؟
او سلامی بچه چی نام داره؟ این همین بختر. السلام علیکم. نام شما چیه؟ نامتون چیه؟ نامش چیه؟ امید. کندو تازه خانه‌تون کجا خاله اوستو؟ نه این طرف. این هم مایده ها بود قطعی رقص کردی. در کجا؟ در کجا؟ در چه جمعیه؟ در کاخ جامی؟ در کنسر بدک؟ پوچ کردی در زمین نوندش گفتم اکی دستی پیش داده شد. امید. اکا تشریف. این طرف بریم ماماکی. ایست بریم. ای امید. چند ساله ای؟ نه دیگه وقته. بخدا نمیدونی؟ 15 ساله. 15 ساله. میخونی مکتب ده؟ صنف چندی؟ نه؟ خندو تازه. ده کرده چند میشه با؟ ده کرده. آفرین 5 کرده 5؟ نمیدونی 3 کرده 3. او مالدست. 1 کرده 1 بگه تمام. این همه میره که میدونی 1 کرده 1. 11. آفرین 1 قرصک بزنی امید. الا 1 کرده 1 11. این تمام میره با کار نمیگیریم امید. 1 کرده 1 11. آفرین امید جون. فرزند مایدگی تایه؟ دختره داشتم بچه نداشتم خداوند نمیده خشت شکرانه الله هزاران باشه. کامیرا کارت را اینا. کو؟ رسیده؟ این همیجا؟ این همی دروازه؟ آفرین آفرین بخم امید. رفتم سر این اورنگه در فصلی بهار. این مامان 1 2 3 سلام علیکم شما نازنین گلدوره در اینجا طاقه 6 تا 4 نفرانه یک 3 4 کسی گه بیا نصیب باشه باشخانه را تاجیکی میکنیم. بگه که بگه اینک رسیدیم به شهر زیبای ونیزیا. خلال جهان زنده نمانی نو میآید. یک ترانه دیگه برادر یک ترانه دیگه. بله بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه نوی از دوروهای دور و از شهر استانبول شما میتونید که در کانال یوتیوب اسد فیلم تماشا کنید. در یاد پادپیسه کنید و لایک را زیر کنید. تماشا کنید. حلاوت برید. میگشت گردی خانه برداشت ربابه میزده یک ترانه. رفتیم امید. سلامت باشی. امید یک کره یک چند میشه گفتی؟ 4 انا با 4 شید. آفرین. یک کره یک بار 11 گفت. با گفتیم یک کره یک چند میشه میگه 4. امید اشنه میشی تمام ما ختم دیگه جورگی میکنیم. دوی میریم میایم همین خیلی نیست. نامتون چی بود مادر جان؟ مستوره هنه. چند سال شده گلبت زندگی میکنی؟ 20 سال همینجا زندگی میکنی. الان امروز کی زندگی میکنی در اینجا؟ امروز خاک خوجاینم بود در دولینی زد 8 سال شد مردانشین. 9 سال شدن؟ 9 سال شد خاک شگرانه اولوخ کی هم چیزی دست میام تامیون بلو خاکی خاک میمونی کلا نگاهشون کن. سلام. چند فرزند داری مادر؟ 3 تا دختر دارم و نمی امید جون. امید جان دختر تا شفر دادن؟ نه دختر کم باید تاش مزاش نشید بیاین ولی او هم گویی کی اومده خونم شرایط که کار میکنی اونجا؟ نمو چی دا کورسوی دا بو کار میکنم یارو برای میخواد پافته ایران میبرم کلیلی میمون با جمیون کار با جمیون نه پیل بو شنبه بو گوی بخدا دیرتر برم شاو میمون. هر روز ایران میوری؟ ایران روز شنبه میام. میبری جای خواب دارانی میخوانانی اونجا مکتب مایوبو ها خیلی. مکتبی مخصوصه یا رحمت با امام علی رحمان کی مثال نمیارم با آن دستگیری میکنه قدی کوچه سوستر نیسته بهترین با خد تعلیم میتاد باید چیز میون این خیلی با گاب میزنن میفهمن امید باید برگرد یک کرک چند خندش رو بزنن یک کرک چون یک کرک دمشانی ده خدم رو دو نشونش میتم من توقی بگم هیچی گم نه یک جمع یک برابر ده یک جمع یک یک میشه قدیم میجویسه کاری شما چه گفتی اپا؟ اینمی فروش در کجا فروش میکنی؟ اینجای گرسویده گرسوید همی نوعیه نه؟ فیلدرسی فیلدرسی اوه چرا چورا های نوسنی؟ خچکو
هر روز میری نه؟ خواهو بیا که هر روز بگو یکی یکم چیشا که نرم خواهد بودنگ بزنم کی بیا؟ معاش چند سمه؟ 500 تمام دیگه اونجای درآمد نداره. مادر عزیز من کم کم برادرها یوردم میکنه دیگه طرف یک چند برادرها از فدراسیون صاحب کره توجیک مثلا یک مقدار مبلغ مودا دادن که همین زکات ما را در هم آدمایی که محتاجن مثلا نیاز به کمک ما و شما دارن گفتم ما برا برسان برای همین ما خیلی گفتم یافتیم دیدیم خیلی سنجیدیم اینا ما خیلی طرف وعدت دیگه جا رفتیم امروز اومدیم به پیش شما پیش امید دادرک عزیزمان خلاص گپی همین امانتی همو برادرایی که در روسیه کار میکنن شما در میرسون یگان کمبودی های زندگی را با بود میکنین یگان دیگر خیرش نه به درگاهش قبول کنه و شما را خیرت نه قبول $200 میگیری با یگان کارتون نبود میکنین یک دو بتینم برادرایی که در هم چه که پروردگاری 18000 الان خیرش نه به درگاهش قبول کنه خدایا خداوند شما را خیرت نه به درگاهش قبول خدا خیر کنه زیادتر کنه صفر خیر کنه پروردگار ای بلا و آفتان نگهبان شو خدای و خداوند شما را از بلا و آفتان نگهبان شو پروردگار و برادرایی که ما رو یاد کردن و ایرسیه به ما رو خیرایی کردن که برای کاندیداتور را دسترسی کنید پروردگار خیرش ما به درگاهش قبول کنه جزاک الله خیرا کسی را پروردگار خیرش ما را به درگاهش الله سلامت باشی خب یگان جای یک رزقی بنده را سلامت باشی سلامت باشی همه خیلی انشاءالله که ما جان دارم یک قبول کنم اومه سبتک ها مستقر چرا بچه ها مستقر چرا خیر کنورم خیر کنورم سلامت باشی این دعای چرا بچه من خدا آفرین نه دیدی اکش ایرسیه با اکش افتکی بر میجونت دیدی اما که خونه بچه ما سوز میکنم زنش میکنم زن میگیری می؟ نگه سیمون که چه خونه زن میگیری؟ چکو میکنی زنه؟ چی؟ نمیدونی؟ عروس چو میکنه با؟ عروس چو میکنه؟ خیلی؟ خواه گفتی که بگو باید دست میگشتم زنه چکو میکنی؟ قابلی میکنم قابلی میکنی؟ خواه خونه را اچت ارده میتنی زنه کنی؟ این 15 بکشم 3 سال پس توی میکنه امید من میگه یه توی در این خانه مبارک شود یه شادی تویانه مبارک شود امید مبارک شود توی اینای مقصد بگیم توی داری امروز در سر تخت جمشیدی ایستاده خداوند به مراد و مقصد شما را برسونه مادر عزیز خداوند امید تنش صحت باشه امید با خدمت کنه در وطن به مادر به خویش تبار میگیرن یا تو میوم میتونه میگم خونه بچه من فسان کرد با تو خیلی عجوشم حالا با من خبرش میگیره معلومه خیر اینکه پورک فوتولکش کرد مالی انا درش کنم سلامت باشه این خونه را چند سال شد خلا خونه چون 50 ساله 60 ساله ها میام طبقه چون او میچکید کریشه شکسته بود و ایدرونش هم به قدش او میریخ خیلی باید خیلی سوسه کردیم یکون خیر کنه خدا خیرش نقبول نخیر اردن کم بای نمی یک خونه چه با اون با پیسر چه کجا دا؟ همونجا یک خونه چه کم که خیر این اینجا؟ خیر شوه من این کلا مونده دستم شید این پولی همه چی کردی ها؟ هم پولی معاشه؟ همونجا کسی هستم خیرم کرد و خودم مثال چی کردم این همه قکم دیگه ای بشیدنک چی می آفری مرا این خیلی نو تمام مونده یا؟ تمام مونده کوی نمی ناو یا اشتوی بچار خشکه تورش کرد انا با داره تزده روش مونده این ناو انا خواهد بانیا دلول بانیا نداریم بچه کلومش ده بانیا در شلوخیه این کوخنی نداریم خیلی زندگی چخیله فهمیدیم کمودی زندگی خیلی انشالله مانا خاله عزیز بعد ولی میبینیم که با در همه یکون برادر اگر شید با خدا خیلی خبرتون بگیم یکون بانیا میگیم که یکون کس هم قطری برای هم که زندگی کنه نمیشه که اینو چوری ما زندگی داریم دهی بوی نمیکنن بوی موش میکنن خیلی زمینه خوکه خیلی سال شده ایرا خیلی اینو چوری بای نمیکنه چند سال شد زندگی داره اینجا؟ 20 سال شد 20 سال شده؟ 20 سال شد منم خوجایینم 8 سال شد مردان شخ خیلی دولینی زدش 3 سال خدا خیلی شوانی گوشکین نه 8 سال شد که من گویو که 3 غیره دکنم خیلی او داره نه؟ او نداشتیم همین سالا برای همه باید که او بردن با او مونه که بیزی برد او مونه خیلی زنگ
سرخوای میرو را که بیت تعبه و وقتا برای چوی من خونه همسایه میاریم فهمیدم خیلی سال خیلی انشالله من دو قدم که همه اومایه بودن میشه بیا بسنجه که زلال نبود هست یا نه خوبه نمی برای من ده بوده که این ولی دارم سال نمال او شتل به او میگم صرف میشه زنگوه میشه حالا میشه انشالله حالا ما گپ میزنیم کمک میکنن که میرم با انشالله در آبادی همین خونه تو میگیم کمک میکنن مالی سلامت باشه خیر مالی اومد خیر با بیا این دبیو ما مالی این دبیو خلا خیر مالی خوش سلامت مالی سلامت باشه اینا امیدم دیدیم خیلی صحبت کنیم گفت این دبیو در کانال یوتیوب اسد فیلم ابونه شوید و میتونید در گرد نوار نمیدونم زنگوله لایک چیزی باشه نباشه همه اون را زیر کنید برنامه‌های جالب و دقت جلب کننده رو تماشا کنید کانال یوتیوب اسد فیلم زیر کنید لایک السلام علیکم کی جاگون کساس خواهر جون نازی خولا سلامتت خوبه خولا جون آمدی سلامتت خوبه است شیر علش مرزی خولا جون همه طرف تیست هم مناز کارو خوب السلام علیکم نام شما چه دادار حسن است منازه پا صنف چندی هستن هفته مکتب میخونید در دهه مولویه آفرین سلامت باشید زندگی چقدر مادر عزیز چند تا فرزند دارین 6 فرزند بعد در کجا زندگی میکنید در کجا مقصد درآمد دارن که فرزند داره در این بندور اندازه گم پس خیر میکنن تاکس چند سال چه شبتون گذشت بندگی کردن این مرد به 8 سال میشه ای سلامت باشید ان شاء الله فرزند بود که باز و بخوری و خرد گذرونده 3 روز ان شاء الله بعد از زندگی نامه چیدن در کار نیست میگن که سبزه بالای کو از آب دریا غافل است بینوایان را خدا رزق هوایی میدهد سلامت باشید ما یک دو برادر از فدراسیون روسیه و استان دست به خیر ما یک مقدار مبلغ دادن گفتن که اما اویلایی که با کمک نیاز دارن انا برده در کجایی که باشه در کدام منطقه تاجیکستان باشه برده از نام ما هم مثلا زکات باشم بریم بتین یک زندگیش یک بیبودی میشه میگه در حق ما دعا کنن من $100 در زندگی هم خیلی ندید داروش استفاده میبریم بخشون یک دعا همه امام شما را شفا که مدعا رحمت کنه این زیاد کنه پروردگار و خیراشون را قبول گردانه و دعاشون رحمت کنه پروردگار بیماریاشون شفا که این زیاد کنه شما خدای تعالی به دولت کنه در کجای همه شما خار نزنه خدای تعالی خیراتون را قبول گردانه یه سلامت باشی بسیار با دعوای تازه السلام علیکم این دادره که ما چی نام داره؟ عبدالغفار خیل چند ساله؟ خداوند سلامت باشه انا خاله عزیزم یک چند سال پیش اگر خطا نکنم انا با دستگیری شرکت خیروی سبا همه الچه مرغا را برای اپا عزیزم ساخته بودن و کم کم خانه شما را تعمیر کرده بودن مرغ خریده بودن داده بودن ولی چند مرغ شید؟ چند مرغ خروس داره؟ 5 تا تخم میکنه کم کم خیلی این محکمش کرده نه که نه چی کم نیست ما اینجا میبینیم سلامت باشن خیر یک جهان تشکر میگم با اون برادرایی که همیشه فکر علمی اویله‌های کمبیزات هم میکنن دستی کمک دراز میکنن خداوند همیشه تن تو بیدار باشه 1 تن 100 باشه و 100 تن هزارها باشه سلامت باشین اپا جان خدا نگهبانت باشه خواهر عزیزم مالی حسن جان خاله نام مغفرت بزنه این خونتون دروازه نداره خیر انشالله در نقشه میگیریم یگان روز خدا خواهد یگان دروازه با انا پیدا میکنیم در خونتون دروازه میمونیم مالی اپا انشالله بینندگان عزیز اینجا شهر وحدت دهه مولوی یک کوچه تنگ انا ما مادر دیدیم و دیگه جو میرویم آباد باشید خیلی سلامت است زندگی خوب آمد رفتین زمین لغت پکا بسیرسو پکا آباد باشه پر رحمت خدا سلامت باشین گم نیم رحمت نه پجان رحمت خدا سلام علیکم اپا جان خوب است اپا سلامتت خوب است ما طرفتین سلام علیکم خواهر جان خوب است این سلامتت خوب اپا
همه خیلی فهمیدیم. انا یک چند نفر گفتن برادرها و یار و دوستا گفتن که هم خیلی یک خواهرچم و بیماره گرداش انا بیماره گفتیم یک زیارت تون کنیم یا ببینیم تون. چی نام داره خواهرم؟ منیجا. بانو چند سال است؟ 20 ساله. 20 ساله. مکتب میخورم که چند خسته داره بیماری میکشه؟ 1 سال شده. 1 سال شده. چی درد داره؟ گرداش یک چیکار میکنه چی نمیکنه. یک چیکار میکنه یک چی نمیکنه. یک شبوش 8 فایزه یک 1 سالش بوده وارسیم. بالینسا میبرین میورین نه؟ می درست پس هم خون میریزیم هم فیلتر میکنم گردورا. هیچی بیبودی نیست؟ نشید. فقط جراحی کردن نکن. گردورا جزا. نداریم که جراحی کنیم. پدر داره؟ پدر داره بزرگ میشینم کاتشکا پیرینی خوا کردن. فهمیدم. دمیجا زندگی میکنی نه؟ اینجا بچه ها یا 10 بچه چه زندگی میکنن؟ دمی یک خونه؟ اینجا با خونه؟ بچه ها اینجا بود. اونجا بود اجاره دادگی نه؟ اینجا شما یک خونه را شما گرفتین اونجا دیگه کسا؟ با بچه های توجیکی آدم دادن شد. انشالله خیر. تاجیکستان آباد کنه بچه. انشالله که تاجیکستان آباد های اینجا ما مردم مسلمان بسیار مردای دلسوز هستیم و دست به خیر هستند مردم. الان بارم انا یک چند برادرها از فدراسیون سیاسی تاجیک خودمون صاحب کارا اینقدر مبلغ دادن که هم علمایی که محتاجن مثال یگون کسلن یگون بیمارن یا که در زندگی یگون کار نمیکنن فعالیت ندارن تقسیم میکشن اول از نام ما یعنی که همون زکات ما رو برام اما اویلو کمبیزات دبته ما مدتی چند روزه که یه وعدت رو دکی طرف شهر بختر خورماتی پیشینه دین اینجا آمدیم بخیر خوشبختانه دینا بدبختانه دینا در یک صدمه گرفتار شدیم در یک راه ایستادگی بودیم که یک کمز اومد یک قفامون زد خوشبختانه که صحت سلامت هستیم بچه خاطر که به خاطر که مثلا دعای همین شما هست دعای هم برادرها و خداوند ما را نگاه داشت که در یک حالتی که اون ماشین همون کمز هست ما را زد ماشین ما را وزی آدم‌ها دیدم که یا زندن یا مردن یک حالتی بسیار بزیر بود. السلام علیکم دوستان عزیز این حال ما از شهر دوشنبه طرف شهر بختر پیشتر قربان تپه سفر کرده ایستادیم راه رو تعمیر کرده ایستادن بسیار راه کندگی و انشالله که در آینده این راه یکی از راه های بهتری میشه در جاگو در تمام روی دنیا میشه که بسیار مردم را دیگه آزادانه میروند میآیند این طرف دستی چپ حاضر با ماشین بازار است خلاص طرف شهر بختر میره با ما گفتن که در اونجا بازار است بازار مردی کارو لیکن در اون بازار زنا کار میکنن با بل میکنن گندم میدروند پخت میچینن خلاص دیگه هر یک کار موزی مهنت 20 30 40 سال راستی بسیار نزدیک شدیم بعد امروز برادرها خواستیم که بریم از نزدیک ختمو مادرها و اپا صحبت کنیم اما کمکی که کردن از همون کمک به اویلای نیازمند با کمی هم باشد با ما برسونید. اگر شما بخواهید که با چنین اویلاهای نیازمند دستی کمک دراز بکنید پس شما میتوانید که با کارت رقم سبربانک شرکت خیریه سبا یاری خود رو برسونید چقدر که میتوانید رقم کارت سبربانک شرکت خیریه سبا 42 74 27 00 12 37 27 69 یک بار دیگر تکرار میکنم 42 74 27 00 12 37 27 69 این کار با نام الهام دولتوف است نگفته نماند که به خاطر که حق یگان کس به ما نگذارد از همون 100 روبل که شما خیر میکنید 12 روبلش رو شرکت خیریه سبا برای کمک را رساندن با اویلای نیازمند برای راه راکیرا بنزین و بعضی خراجات ها مصرف میکند خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد میده رفته شید انا اما مردی کاری که زنها کار میکنن انا قریب کردیم انا اونجاست همین دو اما زنکار ما دیده است انا همون مردی کار انا رسیدیم پیشی اپا السلام علیکم شما خوب هستین همه طرفتی سلامتی خوب است بی از صحبت میکنیم
کارات خوبه، زندگی خوبه، ما طرفتین سلامت باشین. زندگی چه خیر، همه طرفتین دسترین خوبه. تمام کار خوبه دیگه، زندگی چه خیره. چی کار داشت؟ شما چی کار میکنی؟ چی کار بود میکنی؟ مکتب بود که یگان جونا چی نکردی؟ میخونم باجت دانشجوی تقسیم میکنم. سلامت. چند ساله؟ 23. شما چی؟ ما 86 چند میگیرم. 30 داره. خیلیش میاد اینجا میرین کار میکنین نه؟ 3-4 سال شده. همینجا هر روز میان کار میوین. میشه که برای کار تو بفرما با بیان پولتون ندادن خیلی میکنن. نه به چانس ما امروز چانسو کار میکنه. همه بسیارش همین 50 سومه در هر روز که اصلا تو بگره کار میکنی 50 سومه میتونن. سلامت. دیگه پول نمیوی همه رو رفت. با همجا میستی نمیجا. با همجا میست. همه تو دایی خیلی بختر نیستی. نه هر تفا. سلامت. شما چپا؟ ما اینمی وگزالا. وگزالا قریب شما به پول میارین به پول میرنه. ها شو؟ با خدا موشی چند سال تو اجاره میاد؟ چند سال؟ 8 تو اجاره میاد با 8 میره 16 سال. ها میره میاد 8 نصف میشه. چند فرزند داری شما؟ 3 تا. شما چی خارجه؟ 4 تا. شما کجا داری؟ زرگر داری؟ زرگر خیلی بلوتر ها؟ زرگر مقصود. 60 شما هم خیلی کار میکنید. خونه تو همین نزدیک دارید؟ خونه تو همین نزدیکی دارید؟ خیلی خیلی شما هم جمعی نانی؟ این خواهرم خطیانه؟ سلامت باشین. در زندگی درگاه قصد داشته باشیم با در زندگی خور نباشین. یکی میگم که تاجیکستان آباد تنجی و اوانه ان شاء الله که با الان روز تا روز خوب شده است با کارو زیاد میشه قدر زواد و فابریکه ها شدن بود اما همه دستای بیکار میشه بعد مقصد که با زندگی بهتر میشه خوبتر میشه. یا برادر یک چند برادر از فدراسیون روسیه انا زکات روی کردن مدت دادن که همه اویلوی که مثل کم بیزاعتن با کمک نیاز دارن. انا مقصد بیاویم بکوین مقصد همه را بتین در ما دوگو باشن ان شاء الله که دائما با خیر میکنن سخاوت میکنن. به همین خاطر ما خیر هم آدمایی که ما دادن میخوام که برسونم با آدم و یک چند روز کمتری میرم آدمایی که کسل هستن، آدمایی که مقصد محتاج هستن، آدمایی که زندگیش اویلشون بسیار اویلشون بسیار فرزندا بسیار دارن تامین کردن نمیتونن. خیر هم آدما را ما میرسونیم با آدمایی که مقصد با کمک نیاز دارن. با همین خاطر ما اومدیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 شما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 بخوام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اینا 1 2 3 4 5 بخوام رحمت کنید 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 دو دقیقه دیدم میشه بگذار ما خاله جان بخوام بگذاریس دو دقیقه بگذار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 الان خیلی کمی برادرایی که بیرون از تاجیکستان در فدراسیون روسیه بودن با ما رسوندن ما هم آدمای کمبیزات داده ایستادیم. من 12 نفر 300 تومان داده ما با 100 تومان نگه دادیم. خاله عزیزم یا پای عزیزم یک دو کنه به خاطر اون برادر هیچ پروردگار خیرکات بلند بگردون عمرتون دراز کنه پروردگار 100 ساله شوید خود اینا خدا به هزار رحمت داده جان کسی که باشه خدا دولت ترایدم سلامت باشید اگه به همین برادرای کرایه کده همین اردنتون خیر کدگیتون قبول بگرد عید زیادتون کنه هزار رحمت الله اکبر رحمت خدا به شما هم برای کار تاتی بیدار باشه سلامت باشه خیر روز با بر وقتا خونه‌تون برید همیشه درشون دوگو باشه ان شاء الله که ما شما را فراموش نمیکنیم با میریم خبرتون میگیریم الله اکبر سلامت باشه پلاتو بخدا رحمت خدا نگهبان پلاتو بخدا خیر هری با میای مالی خاله وای خاله اگه نصیب شه خاله باز میره و ششلی کنه دبلو در حق همون مسافران در حق همون برادرای بیرون از تاجیکستان خلاص گفت در حق تمام مردم تاجیکستان در حق آدمایی که با دست کمک میکنن به همین آدمای نیازمند همیشه دوگو باشید. همین خیلی سلامت باشید پلا دست خدا در جان مال خوب رحمت خدا سلامت
سلامت باشی. جبار کو جبار دستان دردم اجازت پرست کسی داریم؟ اینه کم از اومد ایقفو زد ماشین پرید در این طرف کم از دیگه در نام پروردگار بمرم همین دعای شما هستم که این ما صحت سلامت اوجا همون داخل باشیم بیرون برآمدیم صد با شکرانه پروردگار داخل با برادرها و درخی و انسانایی که مثلا شما را دستی کمک میکنن و من همیشه دعاگو باشین ان شاء الله که پایان شب سیاه سفید است میگن که همین دنیا ده هیچ نیست همین دنیا هیچ نمیبرید میگن که زندگی جانبازی از بحر نمردن بوده است زین جهان بر آن جهان چیزی نبردن بوده است هرچی دارد آدمی از مال اول جهان در بهای زندگی از دست دادن بوده است همه چیزی دنیا را میسپارید و میره دست خالی ای دنیا و همین خاطر دعاگو باشین برای برادری که امروز من آدمایی که نیازمند هستن و را کمک میکنن فقط شما دلشون دعا کنید نه خواهرم چی نام داره منیجبان هیچ وقت زیغ نباش آزاده خاطر نشه همین خداوند در داد شفاش هم هست ان شاء الله که باش شفا میوه مثل برادرایی که مثال کمک میکنن آدما در تاجیکستان بیرون تاجیکستان هزار آدم هستن که شما را کمک میکنن فقط دعاشو دعا کنید خیلی چند کس ما دارین $400 این نام امو برادرها امو دیگر دورتین خدا نمو دامو یردامیتان کمک خدا برکت عمری درست شد شما را نیاکا جون خدا دردی فرزند چیکار شد سلام سرشی در چی فرزند نداریم دوستی هستم یا مادرش نه بندگی کرد برادر ما را این بچه این طریق بدنوی خدا و مامان خدا شد آقا هیچی هم نیست انشاءالله که همش بریزوگی خداوند که شما را پیش ما را بردن سلامت باشی رحمت خدا شفای کامل با ما شما را فراموش نمیکنیم با شما را خبر میگیریم رحمت کلان اکا جون تا قیام آدم دعاگو باشین سلامت باشین دعا میکنیم خدا نگهبان من جوانو خواهر عزیزم زیغ نشین پناه تو بخدا مالپا این مادرش ای دست داد بعد یک چند قپس با پدرش ای دست داد یک بولاد دو انا آدم قیمتی اویلاشون ای دست دادن میگم که دنیا همی آخرین کاری همه پدرودی عالم بوده است عمر آدم هم ردیفی عمر شبنم بوده است آنکه عمرش اندک و دنیای ارمانش زیاد در میان مخلوقات دهر آدم بوده است بارا ارمانم زیاده عمرمون تا با ناشگیری نمیکنیم خدا را شکر بمی دادگیشم خدا نگهبان من اینجا خواهرم اپا عزیزم خب با می خبر میگیرم من خب سلامت من خیر خب من رحمت خب من بیا دینا وای کم زد نه تلفن رو میشکست کم زد مالی آقا جون رحمت من سلامت باشم شلو ساو میگم آقا جون هر خونه‌اش از این می‌کنه. اونجا بچه‌ها دیگه بچه‌ها می‌بینیم. شش هفته. اونجا کار بچه‌ها. حال خاص. بیا مردم از این $400 بخواه. خود نگاه کن بیا. این اشتباهی میخنده بافکی پولشوکه. Nasıl da ki dostlarımız diyem rahmet, birgelerge
یک سال این ایجاد چه زمین نم خیلی نه ای سال 2002 توزیع همینجا زندگی داری ها همین من بس شده خدا بازم عمر دراز و به درد و به رنج کنشانه که همیشه تنی صحت ایشانو همه حق به مراد واسه الله اکبر سلامت باشی افراد لفروز خدا خواهد انشالله که وعده میتیم در دوام زندگی انشالله خدا خواهد میبینیم و خبر میگیریم خیلی سلامتت خوبه سلامتی چی با گریه میکنی؟ چی با گریه میکنی؟ ما تیره خبرگیری نیم که گریه میکنی اگر شما بخواهید که با چنین الگوهای نیازمند دستی کمک دراز بکنید پس شما میتوانید که با کارت رقم سپربانک شرکت خیریه سبا یاری خود را برسونید چقدر که میتوانید رقم کارت سپربانک شرکت خیریه سبا 42 74 27 00 12 37 27 69 یک بار دیگر تکرار میکنم 42 74 27 00 12 37 27 69 این کار با نام الهام دولتیف است. نگفته نماند که به خاطر که حق یگان کس به ما نگذارد از همون 100 روبل که شما خیر میکنید 12 روبلش رو شرکت خیریه سبا برای کمک را رساندن با اولای نیازمند برای راه، راکیرا، بنزین و بعضی خراجات ها مصرف میکنند. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.